سلام بچه چطور؟ اسم من لونه، خیلی خوش اومد به این ویدیو. دوستان من حواسم نبود سی پی یو خرج کردم 220 اینجا رو حواسم نبود، اومدم بچل پس رو خریدم. بعد یهو ویدیو نگاه کردم ویدیو نداره، نگرفت هنوز. بریم آقا بریم. خواستیم گردونه کلی می‌خوایم اینو بزنیم تو کوچونایشو بزنیم به اونی که بده. اولین گردش حتی تو گردشم قرض زدم ربطی هم نداره. ای بابا بس بچه وسیله‌هاشون رو بهتون نشون بدم. اول بچه من این اسکینشون رو گرفتم دوره، فکر کنم اگه اشتباه نکنم برای دور 4 بوده، اشتباه نکنم 4 یا 3 نمیدونم. اینم که جلو شما با هم گرفتیم 4 میشه. دانسشه بالا. اینم کالین کارت، این بمبش هم دارم باحاله، کلکش باحاله حاجی، خوشگله. بک دادی با بک استفاده نمی‌کنم. دانسش بریم دانسش ببینیم. قشنگ یو میره تو صورتش فکر کنم اگه اشتباه نکنم. خوبه پسندیدم کیکینایش، خدای خوبه. به اصل کار این برای بخش بعدی. مرسی اکتیویژن. این هم بزنم بریم مشالله. من اصلا به باگ اعتقاد ندارم. بقیه سی پی رو چی کام کنی؟ میریم اینجا. 200 سی پی برام اومده. برگردیم ببینیم چی شده. بریم گردونه دیگه. رفته بود تو 117. یه دونه گردون چنده فکر کنم بده. نه نمیارزه 50 تا. اینجا ببین بالا 15 تا. من میگم دیگه باک خورد. 4 ماش مرسی اکتیویژن. بریم چند بار بریم رو گانا رو اسکینا. آخرین گردش چه لحظه سگ به چه درد من میخوره ناموسم. ممنونم از اکتیویژن که 600 تا سی پی رو به گاف زدیم. یه گردش از این بزنم چی میده؟ بنازم دفک سی پی مون بچه ها به تای کشید. نونمون خورد به تای دیگ. ببینیم چی ها دستن. اول بریم اینجا از این که نداده بریم تای یا بسم الله. صدام بچه یکم برای تو آنزنه. بریم ما رسیدم. خب یکی اینو بهم داد اگه اشتباه نکنم. بی پنجه داد نمیدونم چی میگه. خب اینو گرفتم بدونه. بعد اینجا این قسمت اینو گرفتم بکنم چی نمیدونم چی گرفتم. ای بابا درخواست ندید دقیقه دیگه چی گرفتیم؟ چی واقعا نمیدونم با چی گرفتم. این همه سی پی کجا رفت؟ آینا فقط اینو دنس بچه دنس اصل کاری دنسش بذاریمش کجا چی؟ همه دنس همه دوست دارم. این هم دانلود داشت. این چیه؟ همینو میبینید؟ این نبود ببخشید. چی بچه گرفتی؟ ولی باید برم بازی کنم دیگه. کاستو نه بازی کنم دیگه. باید برم یکم بازی کنم اینو ببرم بالا وگرنه پارم. دادم برای پولم میسوزه.
الان 240 تا بخوام بگیرین حدود 230 تومن براتون آب میخوره. خیلی گرون شده سیپی. آره دیگه خیلی سیپی. اینم اسکینش بهتون نشون بدم، تازه گرفتمش. یعنی 2-3 روز پیش همینجوری سیپی داشتم زدم، اینش هم داشتم، اینم گرفتم. ناموسن هیچ فرقی نمیبینم توشون، فقط ماسکشون فرق گرفته. این مجانیه، این پولی، هیچ فرقی رسما نداره. داخل اینجا بهتون نشون بدم. آقا میخوام همین تا اینجا که شما اومدید یه اتچمنت بهتون بدم. راستی بچه‌ها 10 گانه برتر مولتی هم براتون دارم میذارم ویدیوشو. فردا احتمالاً 2 تا گاناش 2 تا 3 تا گاناش آماده شده. توی گاناش رو بهتون بگم، یه دونه از گاناش با A117، یکیش دیل، یکیش اسنایپ جدیده است. بعد اسنایپای دیگه دوستان من اصلا سایز میتیک استفاده میکنم اما نمیکنم، تازه عوض کردم چون که واقعا باش خوب نیست، راحت هم نیستم. بچه واکنش اکتیویژن پینگ داغون من NAC 90 چی لفت به ما نیومده بچه. مرسی. خب چیکار کنم؟ برم اتچمنت رو بدم دیگه. برید استفاده کنید، عشق کنید، زیباست اصلا اتچمنت ها خدا ان. اگه اشتباه نکنم ببینم اسکین هم الان گرفتم، اگه اشتباه نکنم الان من باید یه اسکین گرفته باشم دیگه. بتل پس شجی اسکینش کو نه. واه خدایی خوبه. ببینیم BP50 اگه اشتباه نکنم داده بود. ببینیم BP50 چیه. XM4 چی میگه؟ دانلودش هم نداره. آره دیگه. بچه 10 گانه برتر دارم براتون میذارم همینجور تون. حالا اینا نیستن، هیچ کدوم از اینا نیست، فقط از اینا این یکی این اینجاست، یکی دیلشه. بعد بهتون بگم یکی بیوای بشه، اگه بیوای دارم ندارم. بیوای بشه، بیوای براتون قرار بود بذارم. آره دیگه. ای کاش که پولم خرج نمی‌کردم آجی. احتمالاً بگیرم این چیکار می‌خوام کنم بچه‌ها. برم اینجا بازم خاک تو سرم بچه‌ها، بازم خاک تو سرم. اینا رو خود با همون چیه میگیرم. اوکیه آجی. 2 تا باکس هم اینا دارن که چی من ریدم تو خودم. ولش کن میبینم قصه میگیرم مثلا ولش کن. خب بچه‌ها یعنی اینو میگیرم، بدون تکی میزنم چون که 90 تا کلی میخوام برای یه لول، لازمش ندارم. همین دیگه. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو من رو نگاه کردید. بوس به کلتون. خدا نگهدار.